درود به شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیون سفینه. برنامه فرهنگ معاصر است از سلسله برنامه ها. واقعا حوادث وقت یا گذشت یا ایام یا زمان یک حادثه است که دائم و دیرگاه از در تاریخ تمدن بشر هر نفری را به اندیشه وادار می سازد که وقت چیست؟ چرا این همه گذشتن ها است؟ از کجا شروع می شود؟ به کجا می رود؟ و آیا در جهان یک وقت مطلق وجود دارد یا وقت خصلت نسبی دارد؟ و واقعا این موضوع یک موضوع خیلی جالب، خیلی پیچیده و خیلی شوق‌آور است که هم در طول تاریخ تمدن بشر از جانب فیزیکدان ها یا طبیعت شناسان و هم از جانب فیلسوفان و هم از جانب نظام های گوناگون دینی هم مورد بررسی قرار گرفتند. و چون هر کدام از ما در دایره وقت به سر میبریم، یعنی تولید میشویم، تشکل مییابیم، نسل میگذاریم و میمیریم، یعنی یک فرصت زمانی هست که ما آن را پشت سر میکنیم و همین است که همیشه جستجوگر هستیم که وقت چی است، همه این گذشتن ها از چی منشأ میگیرند و به کجا میخواهند انجامند. و در یک برنامه پیشین ما حساب وقت را در حوادث زمین شناسی یا گیولوژی مورد بررسی قرار داده بودیم و آنجا با شما وعده کرده بودیم که مسئله وقت را از دیدگاه های دیگر از جمله از دیدگاه فیزیکی نیز مورد بررسی خواهیم قرار داد. و امروز به خاطر پهلوهای گوناگون شناختی فیزیکی وقت را بررسی کردن، یعنی ما عنوان برنامه امروز را گذاشتیم معرفت وقت، دیدگاه فیزیکی. و برای این مسئله را مورد بررسی و پهلوهای گوناگون آن را شرح توضیح کردن ما با استودیو رضای بهرامزاد کارشناسی ساحه فیزیکی را دعوت نمودیم و من ایشان را خیر مقدم میگویم برای اینکه پذیرفتن دعوت ما را و حضور پیدا کردن. و از این شروع میکنیم که واقعا دیدگاه های گوناگون تعریف وقت رو گوناگون هم میدهند، یعنی میبینیم در هر دیدگاه واقعا دیدگاه های دینی به طرز خود تفسیر میدهند. خب دیدگاه های فلسفی هم یک شرح های به خود خاص دارن از وقت. خب اینجا شما از دیدگاه فیزیکی میخواستم روشنی اندازید که شناخت وقت از لحاظ فیزیکی چگونه است؟ خب وقت یک مفهوم بسیار مرکب، مهم و اساسی هم فلسفه، هم حیات انسانی و هم علم‌های دیگر به حساب می رود و در حقیقت تابش‌های معنایی گوناگون دارد وابسته به آن که ما در کدام ساحه استفاده می‌بریم و با کدام مقصد. مثلا در بیولوژی وقت نسبت به یگان موجودات گیریم اگر همون از دوره تولید، انکشاف، نسل گذاری و پیر شدن یک مرحله معین را در بر میگیرد که برای هر یک جانور گوناگون است و از حساب آن که این چیزها نسبی است برای هر یک جانور یا هر یک نوع موجودات گوناگون است، برای انسان نیز هم گوناگون است و باز هست وقتهایی که تاریخی یک مرحله معین انکشاف تمدن انسانی را در بر میگیرد. ضرورت به وجود آمد که ما یک چینک یا اندازه‌ای نسبتاً ابجکتیوی وقت را به وجود آوریم که از انسان یا از موجودات دیگر، از حادثه های تاریخی، از روندهایی که در روی زمین به وجود می‌آیند وابسته نباشد. برای همین هم وقت فیزیکی به وجود آمد. وقت فیزیکی هنوز تعریفی یگانه و از طرفی همه قبول شده وقت وجود ندارد، وابسته به وضعیت، وابسته به ضرورت شرح میدهند، ولی از نگاه فیزیکی وقت این دوامیت حادثه ها، به هم موافقت کردن حادثه ها و فاصله بین یک چند حادثه در نظر داشته میشه. یعنی پای در پای حادثه های یکدیگر رو عوض کننده یا اینکه موازی آنها میتونند پارالل هم باشند. مثلا ما میگوییم که در ساعت 7 سمالیات یا اینکه هواپیما به فرودگاه نشست. این چی معنی دارد؟ یعنی حادثه به فرودگاه نشستن هواپیما و
عقربکی ساعتی ما نشان دادنی 7 رو رقم 7 یعنی این هم یک حادثه هست دور زدن عقربک و نشان دادن همون 7 یعنی در نقطه 7 بودن و نشست سمالیات هواپیما در یک لحظه به وجود آمدند. یعنی ما برای معین نمودن همون دوامیت، برای معین نمودن فاصله بین روندها وقت رو قبول کردیم. بله بله و تشکر زیاد. من میخواستم که اکنون اینجا یک سوال به میان میاد که اون ویژگیه که در اساس آن ما چینک‌های وقت رو درست میکنیم یا کدام نوع چینک‌های وقت وجود دارند؟ برای به این سوال جواب دادن ما باید کمی به تاریخ نگریم. یعنی انسان‌های اولین وقتی که ضرورتی استفاده وقت به وجود آمد از چی استفاده میکردند و چگونه همین ساعت‌ها گوییم یا اینکه چینک‌ها اندازه‌های وقت تحول یافتند. برای چی حساب کردن وقت ضرورت دارد؟ یعنی ضرور است برای انسان برای به نقشه گرفتن فعالیت. مثلا برای آنهایی که کشاورزی میکنند باید دانند که کی زمستان فرا میرسد، کی بهار میآید، کی باید دانه پاشند به زمین که در مهلتی معین حاصل به دست بیارند. برای این چیز را معین کردن از حادثه های دوری طبیعت استفاده میکردند. حادثه های دوری طبیعت کدام خویند؟ این واسطوی شب و روز، حادثه‌ای که ما هر روز مشاهده میکنیم، با چشم خود میبینیم. یعنی با یک دوامیت معین، با یک دوریت معین آنها همدیگر را عوض مینمایند و همین حادثه را ما به صفت یکی از اندازه های وقت استفاده میکنیم که شبانه روز. حادثه دوری دیگر این تغییر یافتن فازهای ماهتاب. یعنی میبینیم که ماهتاب یک بار پره میشود ماهی بدر، بعدا آهسته آهسته کم شده از بین می رود در نظر ما البته و باز از نو پیدا می شود. یعنی همین فازی ماه رو به صفت حادثه دوری که معین کننده دوامیت وقت است قبول نمودند و این چیز امروز در تقویم های قمری استفاده می شود. یعنی تغییر یابی فازهای ماه. در حادثه دیگری چنگ‌کنی وقت هست که این در اطراف آفتاب دور زدن زمین یعنی سال. در آن زمان مردم فکر میکردند که آفتاب در اطراف زمین دور میزند و از روی برج ها معین نمودند که آفتاب در دوام مدت های معین در برج های گوناگون قرار میگیرد و همان برج ها معین کردند که در دوام یک سال همین 365 شبانه روز یک بار آفتاب گرد میگردد و همان رو به صفت یکی از چینک‌های وقت استفاده کردند و برج ها رو شرطی به قسم ها تقسیم نموده ماه رو به وجود آوردن. یعنی از 12 برجی کیهانی میگذرد و هر یک مهلتی در یک برج قرار داشته آفتاب این یک ماه رو تشکیل میدهد و همین ماه ها در تقویم های هم شمسی هم قمری هم زبانان ما در افغانستان و ایران استفاده می شود و باید گفت که این چیز رو در نجوم یا اینکه استرولوژی هم استفاده می بردند منجمان و امروز هم در شکل طالع نامه ها همون ماه های طالع نامه ها وجود دارد. یعنی وابسته از برج ها عوض شوی برج ها. بله. و وقتی که علم ترقی کرد ساعت های گوناگون دیگر را هم به وجود آوردند. تا به وجود آمدن ساعت های مکانیکی از ساعت های قومی استفاده میکردند، از مد و جزر بحرها استفاده میکردند. وقتی که ساعت های مکانیکی به وجود آمد صحیحیت آنها بلندتر بود. معین نمودند که گردش زمین در اطراف تیر خود و در اطراف آفتاب منتظم نیست. یعنی سرعت حرکت زمین در گرد آفتاب وابسته به فصل‌های سال تغییر می‌یابد. برای همین هم وقتی که به سفر می‌برآمدند برای به نقشه گرفتن فعالیت خود ساعت‌های صحیح‌تر ضرور آمد و آنها به ساختن ساعت‌های مکانیکی دست یافتند. و امروز از سبب آنکه سرعت ترقیات خیلی بلند است و ضرورت چین‌کنی وقت تا نانوثانیه و حتی از آن خردتر به وجود آمده است برای ما ساعت‌های صحیح ضرور هستند که باید در میلیون ها سال خطاشان کمترین باشد. یعنی در چند میلیون سال همگی یک ثانیه خطا کنند تمام.
و در این زمینه ساعت‌های اتمی به وجود آمدن. الان ساعت‌های اتمی که استفاده برده می‌شود در اساس اتمی سازی فعالیت دارد و همون لپیش‌های الکترون رو در اطراف هسته اتم به نظر گرفته ساعت‌های بسیار هم صحیحی اتمی ساختند. بله و تشکر زیاد. خوب اینجا یک سوال دیگر به میان میاد که کدام مقیاس‌های وقت در کیهان وجود دارد یا مقیاس کیهان رو در وقت ما مقیاس وقت رو در کیهان ببخشید چگونه معین میکنیم؟ این بسیار یک سوالی مرکبی علمی است چون که وابسته به اندازه ابیکت گذشت وقت فرق دارد. مثلا وقت برای ذره های خردترین ذره های بنیادی برای میکروعالم تماما مقیاس دیگر را دارد. برای کیهان مقیاس دیگر و اینجا وقتی که ما درباره کیهان گپ میزنیم یا اینکه کائنات در عموم در میگا عالم وقت و مسافه با هم دیگر یک میشوند و چینک های وقت وابسته به آن که چینک های مسافه با هم علاقمند میگردند. مثلا در مقیاس کلانی که هست و جز آن که ما سال استفاده میبریم عصر استفاده میبریم میلیون ها سال و میلیارد ها سال را استفاده میبرند که برای انسان این بسیار یک مهلتی تصور ناشونده است. و برای چی در اینجا وقت و مسافه با هم علاقمند میگردند؟ ما مسافه را هم با وقت افاده میکنیم. یعنی میگوییم مسافه از سیستم آفتابی ما تا ستاره نزدیکترین 4 سال روشنایی را تشکیل میدهد. ما وقت و مسافه را به روشنایی وابسته کردیم، علاقمند کردیم. یعنی این مسافه همان مقدار مسافه هست که روشنایی با آن سرعتی از همه زیادترینی که در طبیعت دارد در دوام 4 سال طی میکند. بله. برای همین هم در مقیاس کیهانی استفاده میشود از وقت‌های بسیار اندازه‌شون بزرگ. مثلا وقتی که روشنایی از یک طرف گالاکتیک راه کهکشانی ما به طرف دیگرش میگذرد این 100,000 سال را تشکیل میدهد و مسافه تا گالاکتیک نزدیکترین 2-3 میلیون سالی روشنایی را تشکیل میدهد. تا ابیکت های دورترینی که ما مشاهده کرده میتوانیم 10 تا 13 و چند میلیارد سالی روشنایی مسافه است که برای آمدن روشنایی از آن ابیکت ها 13 میلیارد یا 10 یا 12 میلیارد سال وقت ضرور است. یعنی اینجا به حیث چینک وقت سرعت حرکت روشنایی قرار میگیرد. یعنی دیگر این مثلا نظام وقتی که ما مثلا خاص به ابیکتی گردش زمین در گردی آفتاب است یا خاص به 24 ساعت شبانه روزی زمین است نیست. این اصلا حوادث اساسی یا اینکه چینک و معیار اساسی در این حالت سرعت خود روشنایی روشنایی است. بله، چون در این مقیاس ها موافق نظریه نسبیتی اینشتین سرعت که زیاد شد گذشت وقت تغییر می‌یابد. یعنی وابستگی سرعت جسم از سرعت گذشتنی وقت به وجود می آید. برای همین هم برای چین کردن اندازه هم اگر چند سال پیش یک اتالون معیاری اندازه متر در پاریس نگهداری میشد و با پلاتین ساخته شده بود، امروز آن معیار را هم با حرکت روشنایی علاقمند کردند و گفتند که 1 متر این اندازه است که روشنایی در دوام 1/300,000 ثانیه طی میکنه. بله. خب اینجا ببینید وقت همبستگیش با سرعت بله یا با حرکت و همبستگیش با مکان یا فضایی که ابیکت اشغال میکنه چه همبستگی دارن؟ آیا اینا چیزهای علاهیده هستند یا که وقت همبستگی با سرعت و همبستگی با فضا یا مکانی اشیا داره؟ وابسته به این در فلسفه 2 نظریه اساسی وجود داشت. یکی نظریه آن که وقت مطلق
و فضا مطلق و آنها نوبس از همدیگر جدا قرار دارند وجود دارند. از آن جمله مکانیک نیوتن هم در اساس همین نظریه به وجود آمده است و در دایره همین نظریه فعالیت میکنند. و نظریه دیگر این نظریه جوهری وقت، یعنی علاقمند بودن وقت یا اینکه مکان و زمان به متریه. و وقتی که اینشتین نظریه نسبیتی خود را به وجود آورد، وی ثابت نمود که گذشت وقت از سرعت جسم وابسته است. یعنی هر چقدر که سرعت جسم زیاد باشد، یعنی به سرعت روشنایی نزدیک باشد، روند وقت همون قدر آهسته تر می‌گردد. وقت آهسته تر جریان می‌گیرد. و وابسته به این چند نظریه های مرکب علمی هم به وجود آمدند. مثلا یکی از این نظریه ها سوال میگذارد که پارادوکس دوگانیک ها، یعنی اگر وقت چنین جریان گیرد و ما دو دوگانیک داشته باشیم، یک نفرش در زمین زندگی کند، یک نفر دیگرش را با صورتی به روشنایی نزدیک به یگان گالاکتیکی دیگر روان کنیم، برای این دو نفر وقت گوناگون جریان میگیرد. یعنی وقتی که میگویند این دیگری که به دیگر گالاکتیک روان کرده بودیم بازگردد، آنها در کدام حال با هم وا میخورند. یعنی این برادری که در زمین بود باید نسبت به آنی که به کیهان رفت آمد پیرتر باشد. این را پارادوکس دوگانیک ها مینامند. و این چیز رو یک جنبه دیگری وقت وابستگی با متری هم هست. هر یک متری که ماسه معین دارد موافق نظریه عمومی نسبت اینشتین، این دومی نظریه اینشتین است، در اطراف خود فضا رو کج می سازد. و موافق نظریه نسبت اینشتین وقت و فضا با هم علاقمند هستند. وقتی که فضا کج می گردد، جریان وقت هم در این فضا تغییر می خورد. این را بیواسطه ما در تجربه مشاهده کرده می توانیم. امروز در اطراف زمین ماهواره‌ها یا اینکه ردیفان مصنوعی خیلی زیاد حرکت میکنند. خصوصا آنها برای نویگاسیون، برای بحرنوردی، برای آموزش باد و هوا استفاده برده میشوند و معین گردید که در هر یکی از همان ردیفان یا اینکه ماهواره‌ها با گذشت زیادی وقت ساعت‌هایشون گوناگون کار میکنند. یعنی در چندین سال چند میلی ثانیه اشتباه به وجود می آید در ساعت‌هایی که در همان ردیف‌ها گذاشته شده است نسبت به زمین. و همین چند میلی ثانیه می تواند برای فعالیت آنها خلل وارد نماید. یعنی وقتی توسط ماهواره‌ها ما موقع یگان جسم را در زمین معین کرده نمی‌شویم، آن را ما توسط ساعت‌های بارتی خود همان ردیف‌ها مقایسه می‌نماییم و اگر ساعت‌ها درست باشند نتیجه چین‌کنی ما هم درست می‌شود. اگر در آنها قفامانی ساعت به نظر رسد، آنگاه ما موقع جسم را در روی زمین هم با یک خطاگی معین چین کرده می‌توانیم. برای همین اشتباه را از بین بردن، ساعت‌های اتمی را در زمین می‌گذارند و دائما آنها را با همدیگر موافق کرده می‌ایستند که ساعت‌ها گوناگون فعالیت ننمایند. باز حالت‌های دیگر را هم مشاهده کردن ممکن است در میکروعالم، در ذره‌های بنیادی. جریان وقت در میکروعالم باز فرقیت دیگر دارد وابسته به همین نظریه نسبیت. یعنی ذره‌های بنیادی با سرعت‌های خیلی بلند حرکت می‌کنند و در آنها گذشت وقت نسبت به آنی که ما قبول می‌کنیم احساس می‌کنیم فرق دارد. مثلا میوئون یکی از ذره‌های بنیادی است که همگی 2 میکروثانیه عمر می‌بیند اگر در حالت آرام برقرار باشد، در حالت قرار داشته باشد در یک جای. این نسبت به چینک‌های ما وقتی که ما حساب می‌کنیم 2 میکروثانیه زندگی می‌کنند، بعد به ذره‌های دیگر تقسیم می‌شود. ولی در ترکیبی نورهای کیهانی در اتمسفر، وقتی که نورهای کیهانی به اتمسفر می آیند و تاثیر متقابله می شود، ذره های نو به وجود می آیند در بلندی های 10-12 کیلومتر. اون ذره ها تولید می شوند و آنها مسافه های 10 کیلومتر را طی می کنند. اگر عمر آنها همگی 2 میکروثانیه باشد، با سرعت 300,000 کیلومتر در یک ثانیه، آنها همگی 600-700 متر مسافه را باید طی کنند
ولی ما آنها رو در مسافه های 10-15 کیلومتر به قید میگیریم، مشاهده میکنیم. سوال پیدا میشود برای چی؟ اگر عمری وای 2 میکروثانیه باشه 600 متر مسافه را نیو 15 کیلومتر مسافه را طی کرد. انا همینجا نقش نظریه نسبیت به نظر میرسد. و یعنی وقت نسبت به سیستم سرحساب تغییر پذیر است، مطلق نیست. مطلق نیست. و برای خود ذره همین 2 میکروثانیه نسبت به ما زیادتر طول میکشد و در این فاصله وای میتواند که مسافه زیادتر را طی نماید. ولی اگر سرعت حرکت جسم خرد باشد تا 10 کیلومتر در یک ثانیه فرض کردیم، همین چیز سرعت هایی که انسانیت دارد مشاهده میکند، ماشینه ها، هواپیماها، موشک های کیهانی، در اینها ما وقت رو مطلق قبول کرده میتوانیم. همان تأثیر نسبیت خیلی کم است، ناچیز است. ولی وقتی یا اندازه جسم زیاد میگردد یا سرعت آن زیاد میگردد، الکی تأثیر آن به روند گذشت وقت به نظر میرسد. بله، و واقعا وقت یک چیز مطلق نیست و در دایره هر نظام و در دایره هر حادثه وابسته از سرعتی که طی میکند او میتواند وقتی خود را داشته باشد. و خب البته در نظام های دیگر هم ما میبینیم که در نظام های بیولوژی هم تا اندازه همین نظر تطبیق شونده است، چون همون یک فرصت یا یک روندی تشکل رو میتوانند نوع‌های گوناگون بیولوژی، یکی میتواند همون مثلا در 200 سال طی کند، یکی میتواند در 70 سال طی کند، یکی میتواند در 1 سال طی کند، یکی میتواند در چند لحظه، مثلا همون ویروس ها یا باکتریا ها یا چیزهای دیگر که اینا همگی در ثانیه دقیقاً، اما در همون ثانیه روند تشکل پورا پسی سر میکند. خوب، من به شما برای یک گزارشی خوب اظهار سپاس میکنم و امید میکنم که بیننده عزیز ما از در یک تصورات عمومی درباره وقت در ذهنش پیدا شد از لحاظ فیزیکی. البته فکر میکنم این موضوع خیلی دامنه‌دار است، خوب به هر حال، اما یک معلومات عمومی در بابت شناخت وقت از لحاظ کیهانی در ذهنش پیدا شد. و فقط من میخواهم در پیش از اون که برنامه به انجام رسونم شما یک نقطه توضیح میدادید. خب بعضی وقتی که مثلا به حیث یک حادثه آغازین همون حادثه ترکش بزرگ قرار میگیرد، اون رو میگن خوب همچون ابتدا که باشد، خوب چخل که قبل از اون چیزی نبود و وقت رو از اون آغاز کرد. من میخواستم همین در یک دو جمله توضیح میکردید که واقعا از لحاظ فیزیکی چی است، چگونه هستین، تا اینکه برای بیننده ما همین پهلو روشن شود. موافق نظریه های امروزی علمی و موافق دستاوردهای آخرین علمی کیهانشناسی، ابتدای زمانی شکل امروزی کیهان ما همون ترکشی بزرگ است. یعنی اینجا نقطه مهم آن است که یعنی قبل از این کائنات بود در شکل دیگری. در شکل دیگری. بله. یعنی در شکلی که هنوز برای علم معین نیست. بله. خودی متریه وجود داشت و این یک بسیار مسئله مشکلی علمی است. هنوز به اون سوال جواب داده نمیتوانیم که تا ترکشی بزرگ شکلی چی بود، در کدام حالت بود، کدام قانونیت ها کار میکردن. بله. ما در اساس دستاوردهای امروزی علمی همین رو میدانیم که قانونیت های طبیعی امروزی که خصوصا قانونیت های فیزیکی که کار میکنن شروع میگیرد از همان ترکشی بزرگ. یعنی شکل امروزی کیهانی ما آغاز میگیرد از ترکشی بزرگ. یعنی ما با اصول های امروزی فیزیکی قضاوت کرده همون وضعیت ها، واقعه ها و حادثه هایی که بعداً شکل گرفتن تا همون زمان قضاوت کرده میتوانیم. درست؟ بله. این رو از روی چی معین می نماید؟ اولین زمینه که برای به وجود آمدن نظریه ترکشی بزرگ به وجود آمد، این از همدیگر دور شدن گالاکتیکا ها بود که ادوین هابل استرونوم آمریکایی مشاهده کرد که گالاکتیکا ها از همدیگر دور شده ایستادند
و هر چقدر که آنها از ما دورترند با سرعت زیادتر دور شده ایستادند و طبیعی است که سوال پیدا می شود اگر آنها از همدیگر دور شده ایستاده باشند ما وقت را به طوری نظریوی گوییم به قفا برگردانیم آنها باید همشان در یک نقطه جمع شوند. این چیزی که بسیار حادثه ها را ما به همین طریق برقرار میکنیم. وقتی که میبینیم که دو ماشین به هم دیگر برخوردند ما آنها را در اساس همون خطی که گذاشتن ایزی که گذاشتن در نتیجه سختی برخورد حادثه را برقرار میکنیم که آنها با کدام سرعت با هم دیگر برخوردن در کدام ثانیه برخوردن چگونه حادثه چگونه شکل گرفت. بله همین حادثه کیهانی را هم ما وقتی که وقت را به قفا به طور نظری برمیگردانیم معلوم گردید که زمان همه کیهان دیده شونده امروزه در یک نقطه بسیار هم خرد جای داشت. بله. و ابتدای وقت را از همان شروع میکنن که همین نقطه به وسیع شدن آغاز کرد. یعنی همین وسیع شوی نقطه را ما به صفت ترکیش قبول کردیم. اصلا اونجا ترکیش به این مفهومی که امروزه ترکیش است وجود نداشت. همون وسیع شوی در آنجا هم فضا وسیع شد و هم جریان وقت به وجود. امروز هم ابیکت های هستند که در آنها جریان وقت وجود ندارد. مثلا ورطه های سیاه. بله. یا اینکه سیاه چاله میگویند. سیاه چال ها. در اونجا گذریش وقت از ما تماما فرق میکند. موافق حساب ها اونجا نقطه سینگولیری به وجود می آید. وقت به 0 برابر می شود. در آغاز ترکش بزرگ هم چنین حادثه بود. بله. و ما در اساس همین برعکس گردانیدن حرکتی گالاکتیکا ها به طور نظریوی معین نمودیم که همون ترکش بزرگ تقریبا 13.8 میلیارد سال پیش به وجود آمده است. بله. باز یک راه دیگری معین کردن این عمری گوییم کیهانی امروزی ما وجود دارد. در اول وقتی که همه ماده کیهان در یک نقطه جای میگیرد حرارت آن خیلی بلند است. بله. وقتی که آنها از همدیگر وسیع شدن حرارت گاز، حرارت افکنشاتی که در نتیجه همون ترکیش به وجود آمد طرف پست شده ایستاده است چون که مسافه ها زیاد شده ایستادند، حجم زیاد شده ایستاده است و ما امروز توسط دستگاه های کیهانی خصوصا دو ماهواره بسیار مشهوره که ومپ و دیگر ماهواره به نام پلانک معین نمودیم که حرارت همان افکنشات بازمانده یا اینکه افکنشات ریلیکتی که از پس از ترکشی بزرگ به وجود آمده است 2.7 کلوین را تشکیل می‌دهد و همین کمشوی حرارت را به نظر گرفته معین نمودند که عمری کیهانی که شکل امروزه را دارد 13.7 میلیارد سال را تشکیل می‌دهد. بله و تشکر زیاد. یعنی واقعا این است که اون چی که با علم دسترس است ما بیرون از چارچوبه های علمی علم یعنی یک چیزی اساطیر نیست، یک افسانه نیست که افسانه بافی باشد. یعنی این یک واقعیتی هست که توسط اصول های فیزیکی اونا اثبات کردن امکان پذیر است و به همین خاطر ما این مرحله را به حیث یک ابتدای فرضی قرار میدیم. یعنی پیش از این هم در شکل های دیگره شاید در قانونمندی های دیگره گالاکتیکا ها کائنات وجود داشته است ولی نه به شکل امروز و این شکل امروز با همین حادثه بیگ بن یا ترکش بزرگ یک نوع توأم است که قانون های عمومی فیزیکی و اصول های فیزیکی به حادثه های بعدی تصدیق شوندند و برای یک گزارش بسیار خوب فکر میکنم یک آگاهی بسیار بلند بود در ذهنیتی بیننده ما که شما با وجود آوردید. با شما اظهار سپاس میکنم و حتما ما آینده نیز دنباله‌گیری میکنیم مسائل فیزیکی را با شما چون فکر میکنم که توضیح شما بسیار توضیح روشن است برای بیننده و بیننده حتما میتوند که از اون یک چیز دریابد و بار دیگر اظهار سپاس میکنم. و بیننده عزیز هدف ما از این برنامه ها اون است که واقعا ما یک معرفتی امروزی یا معرفت معاصر از شناخت اون شاخص های اساسی که در
طبیعت یا در فیزیک هستند داشته باشیم و این شناخت به ما امکان میدهد که تمام وضعیت‌های خودمون رو، تمام برنامه‌های خودمون رو در چارچوبه‌های علمی، در چارچوبه‌های عقلانی و خردی تهیه کرده باشیم. چرا؟ چون ما هم در دایره همین وقت و همین فضا وجود داریم. ما بیرون از دایره وقت نیستیم و از این رو من با هر کدام از تک تک شما عزیزان آرزو میکنم که وقت را بسیار خوب و ثمرناک توانسته باشیم استفاده کنیم. و با گفته صاحب تبریزی من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش، ای ز فرصت بخبر، در هر چی هستی زود باش. ز دم غافل مشو که دم همین است، ز دم ماندی یقین جایت زمین است. و همین فرصت هایی که در اختیار داریم اون بسیار ثمرناک استفاده کنیم تا که هم برای ساختمان شخصیت خود و هم برای ساختمان یک جامعه مدرن متمدن یا یک ملت و یک دولت متمدن آن را صرفه نموده باشه. باقی روز و روزگار شما خوش و خوشایند. خیرات یار مددگار شما. پاینده باد تاجیکستان عزیز. بدرود.